اینجا احتمال داره. امروز اومدم ساعت 5 رسیدم. چالوس خیلی شلوغ بود، هوا هم خیلی باد زیاد بود، حدودا باد فکر کنم بالای 30-40 نات بود، یعنی بردار سرعتمون رو می آورد پایین. ولی و خیلی هم ترافیک بود تو پیش کلا، خیلی ترافیک بود. من 1:30 از خود کرج زدم بیرون. اول کرج ترافیک بود. 12 رو از خونه زدم بیرون، ولی بنزین بزنم و وسایل رو تستش کنم یه چی بوده 1:30 بود از کرج زدم بیرون. الان ساعت 5 اومدم اینجا. من الان رادیو دریا اومدم، قبلا با یکی از دوستام اینجا اومدیم. اینجا سلام میفرستم به همه. قربونت، خدا نگهدار.